در یک ویدیوی کوتاهی که در اینترنت نشر شد به احتمال غالب لحظه ابلاغ یک جوان در فرودگاه شهر دوشنبه ثبت شده است. این ویدیو موج واکنش ها را در بین مردم به بار آورده، بسیاری ها بار دیگر از مقامات خواستند با چنین شیوه آبروریزنده مجبورا از کوچه داشتن و به ارتش بردن جوانان خاتمه دهند. در نوار دیده می شود که دو جوان لباس ملکی در تن که یکیش ریش هم دارد، یک جوان در دستش بارخلطه سفر را از دو دست و کتفانش داشته با خود بردنیند. جوان گردن نمیگید و از اطرافیان اینها که باشند من نمیدونم. از بین ازدحامی که بلافاصله در جای حادثه جمع شد چند نفر گمان خود را میگویند که این ابلاغ است، ولی اون جوان که او را بردنیان میگوید آخر من خدمت کردگیم. این ویدیو با لحظه تمام می شود که اون دو نفر جوان دستگیر شده را کنار میبرند. معلوم نیست که آیا در واقع این نفران این جوان را با مقصد به ارتش بردن دستگیر کردند یا اصل گپ دیگر است. بهار سال 2021 نیز در اینترنت ویدیوی بازداشت یک جوان نشر شد که مؤلفانش میگفتند که او ابلاغ شده است، ولی بعدا ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه گفت در اصل این عملیات بازداشت مردی بود که به عضویت در گروه افراطی عیبدار می شود. ولی هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌ها از ابلاغ یا احاطه‌گیری جریان میگیرد. ابلاغ یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیسریات حربی و مقامات محلی جوانان سن و سال دعوتی را در کوچه بازارها دستگیر کرده به خدمت میفرستند. در بسیار موارد خویش و تبار جوانان ابلاغ شده تنها بعد چند روز خبر می‌یابند که نزدیکان گم شده اشان را به ارتش بردند. فعالان جامعه شهروندی از راهبران تاجیکستان چندین بار دعوت کرده بودند که به این تجربه ابلاغ که آبروی دولت را میریزاند نقطه گذارند.